سلام بچه‌ها، امروز داریم با یه ویدیو جدید از چنل یاشار ویدال. امیدوارم از ویدیو قبلی لذت برده باشین. اگر از تو اکسپلور نگاه میکنین بریم ویدیو قبلی رو نگاه کنین بعد از اینکه ویدیو رو دیدین. امروز اومدیم با حد زدن لوگوهای چشتون نمیدونم توضیح بدم. حد زدن لوگوهای فوتبال از ایموجیاشون، یک از لوگوهای قدیمیشون. لوگوهای قدیمیشون رو میاره وسط، یعنی آخراش هم یک راهنمایی میکنه که این لوگو مثلا مال کدوم کشوره. مثلا من اولیشو دیدم لوگوی منچستر، لوگو پاریس بود، لوگو پاریس 1970 بود و وسطاش هم کشورشو گوشه سمت راستش کوچیک میزنه، مثلا مثل راهنمایی. مثلا پاریس بود، گوشش هم میزنه مثلا فرانسه وسطای ویدیو. قبل از که شروع کنم راستی یادم باشه بگم که لایک و ساب فراموش نشه. اگر از این ویدیو خوشتون میاد زنگوله فعال کنین که هر وقت ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشنش برای شما بیاد. خب بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بریم سراغ ویدیو. از ثانیه 0 بزنم. Hello friends from Total Football Quiz. Today we're bringing you a new challenge. Guess the football team from its old logo. You'll get 10 points for each correct answer. Let's get started. Guess the football خب team. این که گفتم دیگه مال پاریس سن ژرمن بود. واقعا لوگو عجیبی داره داشته، یعنی و الان به لوگوی الانش نمیخوره. لوگو الانش کنم چیزه. The answer is آره. اوکی، این لوگو دیگه ببینم اسپانیا باشه رئال مادرید. بزن دیگه. آلمان کنم چیزه، بایر مونیخ. the right answer آره is. خب یکیشو درست گفتم، فعلا یکیشو Guess درست. the next one. به دوربین نگاه میکنم چون جدا تصویر پخش میشه ولی جا نمیکنم. خب این فکر کنم منچستر، آره دیگه منچستر سیتیه. نه چلسیه. چلسی The team is. یس. دومیش هم درست خودم زیاد چیز فوتبال و بلد نیستم، هستم ولی خب زیاد. این که چیزه دیگه، اینتر میلانه. آره دیگه اینتر میلان 100%. آره دیگه، یعنی آسه میلان باشه خودم به جر میدم اینجا. The answer is. آره اینتر میلان. همه‌شو تا الان درست گفتم. اولی که چیز بود نمیشد اصلا. Guess the football دیدم team. یاد بگیرم نمیشد. نمیشه حسابش کنم. این چی وای اسمش یادم رفته. وست هم نیست. وست همه The اسمش یادم answer رفته. is. منچستر سیتی. Next question. لوگوی عجیبی داشتم. این که دیگه رئال مادریده. اول ویدیو نشون داد. فقط انگار منچستر سیتی رو درست نگفتم. آره دیگه منچستر درست. The right answer is. رئال مادرید 1908 اولین لوگوش بود. Guess the next one. خب این چیه؟ این بعد راهنماییشو کنه. نیوکاسل بگیم. این نیوکاسل 100 نیوکاسل. این نباشه The team is. اورتون. آها اورتون چیزم داره. دو تاشو تا الان درست نگفتم. این لیورپول دیگه. لیورپول انگلیس بیاره لیورپول. آره این لیورپول دیگه. وای چیز باشه اسمش چیه؟ The answer is. لیورپول دیگه. من فکر کردم تاتنهامه. لازم اگه تاتنهام باشه خودکشی میکنه. این چیه؟ آلومینیوم عراقی. این نه واقعا این چیه؟ آسه میلان من میام. تیم ایتالیایی زیاد بلد نیست. نه یوونتوس. یس یوونتوس بود. خب بریم بعدی. الان چندشو درستم؟ 2 تاش کنم درست نگفتم. این خیلی سخته. چی نوشته؟ انگلیس. نمیدونم مثلا ساتمپتون. The answer is. نیوکاسل. چه ربطی داره از همه لوگو الانش؟ عجیب. این میخوره ناتینگهم فورست باشه. اسپانیا. وای اتلتیکو بیلبائو. نه اتلتیکو بیلبائو من میگم. یه چیز دیگه اسپانیول بود.
سویا داره سخت میشه 4 تاشو درست اشتباه گفتم چیه؟ یه دونه چیزم این من آسه میلانه این چیز زده یه دونه چیزم بردن یه UCL هم کنم بردن UCL یه قرامه لیگه نمیدونم این چیه؟ فرانسه وای نیل نه اونی که امباپهش بازی میکرده تو قبلا یادم نیست موناکو این حساب میشه یا نه؟ تو کامنت ها بگیم واقعا این که احتمالاً دورتمونده زرده همینجوری الکی اتلتیکو مادرید میگم اتلتیکو بیلبائو میگم چی ویاراله واو خیلی درسته اصلا این تیما رو میشناسم ببینم میشناسم ولی خب لوگو قدیمیشون اصلا من نمیدونم این چیه اصلا تیما هلند رو مشی بدونم چیه PSV معروف بود ولی خب نمیدونستم مال هلنده مال هلنده آره دیگه مال هلنده خب چند تاش دارم 5 تاش کنم دارم درست نگفتم نه نمیدونم تو کامنت ها بگیم حتی آخرم تو ادیت شاید بذارم خودم این دورتموند چی وردر برمن این حرف کنم چیزه دیگه بلور هامپر آره انگلیس باشه بلور ناپولی همینجوری علکی ناپولی روم واو مثلا نمیخوره این اصلا کرگدن اون گرگه این چیه الان این من دیدم یک جا این اتلتیکو بیلبائو نه اتلتیکو مادرید من میگم همشو دارم یا میگم بیلبائو یا دارم بارسا این شکلی بوده پشما میگم آشناه این پرپارت نه میگم استون ویلا میخوره بهش استون ویلا چلسی که نیست چلسی بود الان استون ویلا آره دیگه استون ویلا یه لحظه فکر کردم استون ویلا نیست گفتم این چیه چه چیزایی واقعا میاره من تیم فرانسوی از کجا باید یاد داشته باشم مثلا نیل اولیمپیک لیونس این FCP خب این من کدوم کشوره برو بابا من فقط چیزا بلدم اسمش چیه اون که رونالدو پیش بود چی بود اونم بلد نیستم تو پورتو آره خب پورتو هم میدونستم یادم رفتن پورتو این احتمالاً چیزه واو اینه که توش جیمی واردی بازی میکرد چی بود وای بودو دیگه بودو لستر سیتی این استاد لستر سیتی یس مال 1983 زیاد قدیمی هم نیست دیگه 40 سال میشه آره 40 سال اینو دیدمش این اسپانیا هم هست وای این نمیدونم اینو میدونم اتلتیکو بیلبائو میگم ولی یه چیز دیگه بود آره بتیس خیلی شبیشه 1922 بتیس از چیز قوی‌تر از لستر سیتی این فیورنتینا فکر کنم ولی نه فیورنتینا نیست چرا فیورنتینا من نمیدونم آره یه از کشور شدم شک کردم چیز خیلی قدیمی تره از چی داشتم میگفتم مثلا اینو یادم رفت انقدر سری میره چیه خب الان مثلا نمیگم بابا خدا که این چیه اولیمپیک دیب مثلا نمیذاره بخونم سری میگیره چند دقیقه از ازم 50 تاست دهنش سرویس هم چیه خب من ناپولی میگم چیز دیگه بلد نیستم تورینو آره 1906 نوشته این لوگو 1998 بوده این چیه این برای چی من باید اینو بدونم اسپانیا اتلتیکو بیلبائو یا مادرید میگم مادرید 30 تا نه
یک بار همین اتلتیکو بیلبائو اومد همین هم اشتباه گفتم. اگر این جی اس پی چیه اصلا؟ فشار کرده جی اس پی چیه؟ پرتغال نمیدونم والا چیز بلد نیست. بنفیکا مال پرتغاله. اول با اقتدار شروع کردیم، الان دیگه با اقتدار داریم پایان میکنیم، به پایان میرسانیم. این نمیدونم، نمیدونم لازیو باز چیه؟ مرتی که من بهش باید لازیو بلد باشم حداقل. این اسپورتینگ لیسبونه. اسپورتینگ لیسبون، آره دیگه. نه پرتغال باشه اسپورتینگ لیسبون، یعنی اسپورتینگ لیسبون نباشه. دوست دارم نباشه همینو. اوکی. لیکن کی فوتبالی تولید کرده اینو؟ دهنش سرویس. خب تموم شد. اینو فقط تو کامنت ها، اینو شما تو کامنت ها بگین ببینیم مال کدوم کشوره، مال آلمانه. اینو شما تو کامنت ها بگین. اونایی که میگن آسونه تو بلد نیستی اینو تو کامنت ها بگین. ویدیو هم دیگه تموم شد. هم ویدیو این تموم شد هم ویدیو ما. خب به آخر ویدیو رسیدیم. مثل همیشه ازتون میخوام لایک و سابسکرایب کنین، از من حمایت کنین و تا ویدیو بعدی امیدوارم سالم و سلامت باشین و بدرود.